دوستان گرامی سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. در این ویدیو کوتاه من قصد دارم شما را با نکاتی از فنون ارتباط مؤثر یا فن بیان مؤثر آشنا کنم، یا همون افکتیو کامیونیکیشن. شما اگر مربی هستید، مدرس هستید و به صورت آنلاین تدریس میکنید، حالا میتونه حوزه ورزش باشه، تو بحث آموزش زبان باشه و غیره، حالا به خصوص حوزه‌های ورزشی که عکت بیشتری داره، میتونید از این نکات بهره ببرید برای اینکه آموزشتون موثرتر باشه. همونطور که میدونید افراد زیادی هستن که دانش بسیار بالایی دارن، اما در برقراری ارتباط توانمندی لازم رو ندارن یا مهارت لازم رو ندارن و هر چقدر که دانش دارن نمیتونن اون تاثیرگذاری لازم رو داشته باشن. بنا به تعریف effective communication is the process of exchanging ideas, thoughts, opinions, knowledge and data so that the message is received and understood clearly and purposefully. ارتباط مؤثر ارتباطی است یا فرایندی است که از طریق اون ایده ها، افکار، عقاید، دانش و دیتا ها در واقع اکسچنج میشه، رد و بدل میشه و مسیجی رو که شما مد نظر دارید و میخواید اون رو انتقال بدید دریافت میشه و فهمیده میشه و درک میشه. شما یک چیزی رو میخواید آموزش بدید، اون محتواتون رو باید به درستی منتقل کنید و در واقع همونطور که تو تعریف اومده به صورت شفاف، کلیر و پرپسفولی، هدفمند بتونید منظورتون رو برسونید. من نکاتی رو خدمت شما میگم و میتونید در واقع به این نکات توجه کنید. خیلی میتونه کارگشا باشه برای در واقع کاری که انجام میدید. ببینید حالا سایت های مختلفی هست برای این ماجرا و شما میتونید از همشون استفاده کنید. هر کدوم نکات خاصی رو میگن. من این رو انتخاب میکنم به عنوان تیتر کارم. توجه کنید چه نکاتی رو من خدمتتون میگم. ببینید یکی از مواردی که مهم هستش در برقراری ارتباط با مخاطبتون اینه که شما توجه کنید که آیا اونها شما رو دنبال میکنن یا نه. یعنی شما به لیسنرها یا مخاطب و کسانی که دارن به شما گوش میدن باید توجه کنید، نه اینکه فقط کار خودتون رو انجام بدید. بر اساس مود مخاطبتون، حالی که داره، میتونید مطالب رو تنظیم کنید که از چه کلماتی استفاده کنید. اگر داون هست، اگر سر حال نیست، شما با چند تا کلمه، با چند تا جمله انگیزشی میتونید افراد رو به فضای کلاس بکشونید و اونها رو ترغیب و تشویق کنید که مشارکت کنید. شما میتونید افراد رو دعوت کنید، نظرشون رو به یه جورایی به همون وارماپ، برای اینکه گرم شن یا به قول معروف یخشون بشکنه، شما میتونید دعوتشون کنید، صداشون کنید، حال احوال بکنید ازشون، حالشون رو بپرسید اول کلاس. افرادی که مشخصه خیلی حال و حوصله ندارن، چون کلاس یک اکتیویتی هستش به طور خاص در مورد کلاس‌های ورزشی، شما میتونید افراد رو تک تک با اسم کوچیکشون صدا کنید و اینها رو مشارکت بدین. یه جورایی گرم میشن و مورد توجه قرار میگیرن. اینجوری فرد احساس میکنه که شما بهش پی اتنشن داری و توجه میکنی و ایگنور نیستش و مشارکت میکنه. بنابراین شما باید توجه کنید به مخاطبتون و فضایی که اون روز افراد دارن ممکنه حالا روز خوبی نداشتن و شما باید اونها رو موو کنید، اکتیویت کنید، پوش کنید. صداتون باید لحنتون تغییر کنه. یه موقع لازمه شما صداتون رو بالا ببرید با هیجان، مثل مجریایی که دیدین صبح‌ها صحبت میکنن، افراد رو میخوان تشویق کنن، مجری تلویزیون. یه موقع لازمه صداتون رو بیارید پایین، تون یک نواخت نباید داشته باشید، تون صداتون رو تغییر بدید. از بادی لنگویج خیلی استفاده کنید، از حرکات دست، چهرهتون در واقع سعی کنید فیس تو فیس، آی تو آی، چشم تو چشم باشید با بچه‌هایی که دارید بهشون آموزش میدید. همونطور که گفتم اسمشون رو صدا کنید، علی جان، زهرا جان، حالا چطوره، این حرکت رو اینطوری انجام بده، این کار رو اونطوری انجام بده. افراد رو مخاطب قرار بدید. وقتی شما افراد رو صدا میکنید و مخاطب قرار میدین، ارتباط برقرار میشه و شما یک محتوایی رو میخواید اون روز آموزش بدید. فقط بحث این نیست یه سری پک یا پکیج اطلاعاتی رو منتقل کنید. اون مدیومش خیلی مهمه و چطوری شما حتی اگر ممکنه خودتونم
حالا حال و حوصله زیادی نداشته باشین، اما سعی میکنید اون انرژی منفیتون رو به افراد منتقل نکنید. با روی گشاده با تک تک افراد ارتباط بگیرید، تون صداتون رو تغییر بدید، یک مقدار از حالت رسمی بودن فاصله بگیرید، فضا رو از حالت فرمال به اینفورمال در بیارید. فکر کنین افراد در واقع حالا از نگاه بالا به پایین نداشته باشین، اونجا دوست شما هستن، هرچند شما کوچ هستید، مربی هستین، ولی افراد رو مشارکت بدین، به تیم ورک بکشونید. کلامتون کلام سازنده باشه، کلامتون کلام انکوریجینگ باشه، افراد رو تشویق کنه، و اینکه فقط به فکر این باشید که بیاید کارتون انجام بدید برید. نه، سعی کنید فضای دوستانه ایجاد کنید، ارتباط گرم بگیرید. مطمئن باشید بعد از اینکه دوره تموم شد، اگر از ارزیابی بشه از شما، نمیگن این استاد فقط باسوادی بود. معیار فقط این نیست که شما سواد داشته باشید یا اطلاعات عمومی خیلی بالایی داشته باشین و یا حرکات ورزشی رو به درستی انجام بدید. بخش عمده‌ای که بچه‌ها شما رو ارزیابی میکنن اینه که آیا تونستن با شما ارتباط بگیرن یا نه. اگر کلاستون سرد و بیروح باشه، مسلماً نمره خوبی نخواهید گرفت، هرچند که شما تو اون حوزه بسیار سرآمد باشید. بنابراین بادی لنگویجتون رو یه طوری تنظیم کنید که بچه‌ها به وجد بیان، افراد رو مخاطب خودتون قرار بدید. فضای کلاس رو اگر فضای خموده‌ای هست اکتیو کنید، انرژی بدین با کلامتون. کلام قدرت داره دوستان گرامی، کلام قدرت داره. شما میتونید با بار مثبت کلامتون انتقال بدید و افراد رو تشویق کنید. حتی افرادی هستن که سخنران‌های بسیار خوبی هستن ولی اطلاعات خوبی ندن، اونا میتونن یک جمع رو به وجد بیارن. شما بخشی از مأموریتتون و کارتون تو این کلاس‌ها به وجد آوردن افراد شاید حال خوب، روحی خوبی نداشته باشن و با 4 تا حرکت فیزیکی این تغییر نمیکنه. شما به عنوان یک مربی باید بتونید ارتباط روحی، روانی و در واقع فکری و ذهنی هم با مخاطبتون داشته باشید. امیدوارم که بتونیم به افکتیو کامیونیکیشن برسیم برای اینکه کارمون افکتیو تر و موثرتر باشه.